اولین مربی ایرانی استقلال در فصل جدید. حضور خسرو حیدری در کادر فنی ساپینتو قطعی شد و این احتمال وجود دارد که وریا غفوری نیز دیگر عضو کادر فنی ایرانی این تیم باشد. در شرایطی که قرار بود تمرینات استقلال برای آغاز لیگ 25 از امروز یعنی دوشنبه آغاز شود، آلودگی شدید هوای تهران باعث شد تا شروع تمرینات به روز چهارشنبه موکول شود. این در حالی است که طبق برنامه قبلی قرار بود اولین جلسه تمرین آبی پوشان زیر نظر دستیاران ایرانی ریکاردو ساپینتو برگزار شود. لغو تمرین اما باعث شد تا هواداران استقلال برای شناخت چهره‌های ایرانی حاضر در کادر فنی مربی پرتغالی 2 روز دیگر نیز صبر کنند. با این حال از صبح امروز اخبار مهمی پیرامون ترکیب نهایی دستیاران ساپینتو منتشر شده است. طبق شنیده‌ها خسرو حیدری سرمربی تیم امید استقلال قرار است در فصل جدید نیز به عنوان دستیار ایرانی در کنار ساپینتو حضور داشته باشد. حیدری پیش از این نیز در دوره اول حضور ریکاردو ساپینتو روی نیمکت استقلال یکی از اعضای ایرانی کادر فنی سرمربی پرتغالی بود و از این رو آشنایی خوبی با سبک کار او دارد. همین پیشینه مثبت باعث شد تا پس از مذاکرات اولیه ساپینتو رضایت خود را نسبت به ادامه همکاری با حیدری اعلام کرده و مدیران باشگاه نیز مذاکرات را برای نهایی کردن حضور او در کادر فنی بزرگسالان دنبال کنند. در کنار خسرو حیدری نام وریا غفوری کاپیتان سابق و محبوب هواداران استقلال نیز به عنوان گزینه دستیار ایرانی مطرح شده است. مدیران باشگاه استقلال طی روزهای گذشته جلساتی را با وریا برگزار کردند و او نیز برای بازگشت به جمع آبیا چراغ سبز نشان داده است. مربی منچستر یونایتد به پرسپولیس پیوست. امیلیو آلوارز مربی اسپانیایی و چهره‌ای نام‌آشنا در مربیگری به کادر فنی پرسپولیس ملحق شد. با نظر وحید هاشمیان و در ادامه تغییرات در کادر فنی پرسپولیس، امیلیو آلوارز به عنوان مربی دروازه‌بان‌های این تیم انتخاب شد و پس از مذاکره با مدیران باشگاه قرارداد خود را به امضا رساند. آلوارز 53 ساله که فوتبال خود را از آکادمی رئال مادرید آغاز کرده، یکی از شناخته شده ترین مربیان دروازه‌بان‌های در فوتبال اسپانیا است. آلوارز 53 ساله که فوتبال خود را از آکادمی رئال مادرید آغاز کرده، یکی از شناخته شده ترین مربی دروازه‌بان‌ها در فوتبال اسپانیا است. او سابقه حضور در کادر فنی تیم‌های چون منچستر یونایتد به مدت 3 فصل، اتلتیکو مادرید 2 فصل، والنسیا 2 فصل، بنفیکا 1 فصل و رئال مادرید بی 2 فصل را در کارنامه دارد. این مربی اسپانیایی 2 فصل گذشته در تیم تراکتور و پیش از آن نیز در تیم‌های البس و الاهلی امارات فعالیت داشته و حالا با حضور در پرسپولیس یکی از مهمترین قطعات پازل فنی هاشمیان برای فصل جدید خواهد بود. آلوارز در سطح بین‌المللی به عنوان مربی تاثیرگذار در پیشرفت دیوید دخا دروازه‌بان سرشناس اسپانیایی شناخته می‌شود و از او به عنوان یکی از مربیانی یاد می‌شود که نقش پررنگی در شکوفایی استعداد دخا در اتلتیکو مادرید و سپس منچستر یونایتد داشت. بعد از مربی دروازه‌بان‌ها، امیرحسین پیروانی هم به تیم پرسپولیس پیوست. پس از گمانه‌زنی‌های بعد از ظهر امروز، سرانجام امیرحسین پیروانی به عنوان مربی جدید باشگاه پرسپولیس انتخاب شد، جایی که برادر بزرگترش یعنی افشین پیروانی در نقش سرپرست ایفا می‌کند. طوفان شایعات و بیخیالی بیرانوند. علیرضا بیرانوند یک چهره جذاب و حاضر و همیشگی در بازار نقل و انتقالات محسوب می‌شود که این فصل هم البته به شکلی متفاوت در بازار حضور داشته است. نکته جالب این که این بار پیش از آغاز رسمی پنجره شایعات در مورد حضور او در استقلال وجود داشت، اما این دروازه‌بان اعلام کرد که کارش در تراکتور ادامه خواهد داد. اما این پایان کار ستاره پرسر و صدای فوتبال ایران نبود، چرا که چندی بعد به موضوع برگزاری یک جلسه مهم دوجانبه بین رضا درویش و محمد رضا زنوزی با میانجیگری مهدی تاج تبدیل شد. نشست با محوریت پرونده بیرانوند و بررسی راهکارهای حقوقی برای جلوگیری از صدور حکم و محرومیت احتمالی. بیرانوند که پس گذشته یکی از عوامل غیرمستقیم جدایی ترابی و دانیال بود، این بار میتوانست منجر به بازگشت که حداقل یکی از آنها به پرسپولیس شود، جایی که رضا درویش پیشنهاد داد حاضر است در ازای پیوستن ترابی به پرسپولیس از پرونده بیرانوند بگذرد. بیرانوند البته کاملا بیخیال و بی‌تفاوت نسبت به این موضوع خود را آماده پیش‌فصل کرده و واکنشی هم به آن نداشته است.